شمار فوتیدگان از نمود نوی کرونا به 26 و گرفتاران آن به بیش از 800 نفر رسیده است. حکومت چین اخیراً ورود و خارجشوی شهروندان را به شهر اوخین که محل خروج این بیماری است محدود نمود. مقامات تاجیکستان اول هفته خواستار محدودیت سفر شهروندان تاجیکستان به چین گشت. از اجتماع اهالی همچون مقام وکالتدار با عنوان وزارت کارهای خارجی با عنوان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب ارسال نموده است که تا معتدل گردیدن وضعیت سفرهای کاری و سفر سیاحان جمهوری ما با این کشور محدود گردانده شود. در پی تصمیم‌های وزارت تندرستی فعالیت نقطه‌های سانیتری کرانتینی در گذرگاه‌های زمینی و فرودگاه‌ها پرزور و تشخیص مسافران جدی شده است. همزمان شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و چین از قطع تمام پروازهای بین دو کشور تا ماه فوریه سال جاری خبر دادند. گفته می‌شود این تصمیم بر آغاز سال نو چینی ربط دارد که این جشن امسال به 25 ینور راست می‌آید و زیاده از یک هفته طول می‌کشد. در عرفه آن چینی‌های تمام جهان به وطن به پیش نزدیکانشان برمیگردند. در پی خبرهای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قسمی از ساکنان تاجیکستان نیز به خرید نقاب و داروهای ضد زکام شروع کردند. محافظت می‌کنند از ویروس‌ها از دیگر کسالی‌های نو از یک نمود گریپ هم شدگی راستی که خانواده ما همش گریپ هم داریم. ویروس‌های ما اینا دارو خرید اومدیم نمی اپتیکا. در همین حال در داروخانه‌ها از زیاد شدن طلبات به این داروها خبر می‌دهند. در همین هفته اخیر طلبات ماسک بسیار شدگی است. حسابی گریپ، حسابی چی ویروسی برآمدگی میگن بسیار ماسک را خریداری کرده هستند همین داروخانه‌ها. برای پیشگیری میان که مثال ویروس نگذره دیگر کسو. افزایش طلبات به نقابک در تاجیکستان در حالی است که موسم بیماری‌های راه نفس ادامه دارند. به گفته متخصصان احتمالیت پهن ویروس از طریق محصولات گوشتی برای تاجیکستان وجود ندارد. خبر پهنشوی کرونا سر و صدا و نگرانی‌های زیادی را در اکثر کشورهای جهان به بار آورده است. خرید و فروش در بازار تاجیکستان که از محصولات چینی کم نیست همانا در اوج است. هرچند کشور ما از جمهوری همسایه کشور محصولات گوشتی وارد نمی‌کند، همانا از احتیاط کار گرفتن خوب است. حالت گرفتاری به ویروس در تاجیکستان تاکنون به قید گرفتن نشده است. کرونا ویروس انگیزه نو و تا به حال برای طبیبان نامعلوم است که به گفته متخصصان در حیوانات خانگی پیدا و انکشاف یافته قابلیت مطابق شوی و سرایت به انسان را دارد. منبع آن شهر اوخین چین بوده حالتهای گرفتاری به آن در کره جنوبی، ژاپن، تایلند و امریکا مشاهده شدند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان شهروندان را به احتیاطکاری و رعایت قاعده‌های گیگینی دعوت می‌کند. پیش از همه این خودداری نمودن از اون موضوعی که آدمی بسیار جمع بیاد، خصوصا از بازار و راسته هایی که آدمانی گرفتاری بیماری شدید نفس در اونجا زیاد هستند و تست شستن دستا با واسطه صابون و یا که محلول‌های بی‌ضررگراننده به دست نرساندن به پرده‌های لعابی خصوصا به بینی، چشم و دهان و اینچنین تست شمال دادن محصول زیست و یا که من اون مؤسسه‌هایی که ما و شما کار و فعالیت می‌نماییم و علاوه بر این استفاده بردن هرچی بیشتری میوه‌جات و سبزیجات که در ترکیب آنها ویتامین‌ها خصوصا ویتامین C که قابلیت ارگانیسم رو زیاد می‌گرداند، یعنی ایمونیته ما رو که مسئولیت بدن ما رو بلند می‌گرداند در ترکیب این گونه میوه و سبزیجات هست و تست اینچنین سیر کردن در هوای گشاد. سازمان عمومی جهانی تندرستی اخیراً هشدار می‌دهد که کشورها با خروج انگیزه نو در پی ویروسی نامبرده آماده باشند، اما از اعلان وضعیت فوق‌العاده در سراسر جهان تا حال خودداری کرده است.